سلام به روی ماهت. چه انرژی خوبی داری. خب، بریم سراغ روش‌های فراوری قهوه که خیلی جذابن. اول از همه، فراوری طبیعی یا خشک، natural process رو داریم. تو این روش، گیلاس‌های قهوه رو همون جوری که هستن زیر آفتاب خشک می‌کنن. این روش خیلی قدیمی و سنتیه و بیشتر تو مناطقی که آب کمه استفاده میشه، مثل اتیوپی و برزیل. قهوه‌هایی که با این روش فراوری میشن، بیشتر از نوع عربیکا هستن و طعم‌های میوه‌ای و شیرین دارن. بعدش میرسیم به فراوری شسته یا خیس، washed process. تو این روش، گیلاس‌های قهوه رو بعد از چیدن، پوستگیری میکنن و بعد تو آب میذارن تا تخمیر بشن. این روش بیشتر تو آمریکای مرکزی و جنوبی استفاده میشه و برای قهوه‌های عربیکا و روبوستا مناسبه. قهوه‌هایی که با این روش فراوری میشن، اسیدیته بالا و طعم‌های تمیز و شفاف دارن. یه روش دیگه هم هست به اسم فراوری عسلی، honey process. تو این روش، بعد از پوستگیری، یه لایه نازک از موسیلاژ، همون ماده چسبناک دردانه قهوه رو روی دونه‌ها باقی میذارن و بعد خشک میکنن. این روش بیشتر تو کاستاریکا استفاده میشه و قهوه‌هایی که با این روش فراوری میشن بیشتر از نوع عربیکا هستن و طعم‌های شیرین و پیچیده‌ای دارن. حالا شما کدوم روش براتون جذاب‌تر بود؟ یا شاید سوال دیگه‌ای درباره قهوه داشته باشین؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره و نظراتتون رو هم پایین برامون بنویسید.